سلام برابرید، چطورید؟ من ماکانجیس هستم و خوش اومدید به یه واکتورو خفن از الریو، یه واکتورو تقریبا کامل و همچنین آموزشی. تو این واکتورو تصمیم دارم که تا جایی که میتونم دوئل راهنماییتون کنم، بیشتر وسایل مهم و دانجن های مهم رو با هم بریم و همچنین اولین ویدیو چنل یوتیوب منه. خوشحال میشم که اگر میتونید به من کمک کنید و کمکم کنید که بیام بالا. در بخش نیوگن میتونیم کلاس ها رو انتخاب کنیم. میبینید کلاس واریور هستش، کلاس هیرو هستش و چند تا کلاس دیگه. این کلاس ها نسبت اول بازی فقط برای ما مهمن و در ادامه بازی ما میتونیم خیلی راحت کلاس ها رو عوض کنیم. با زدن مثلث روی اسلای پلی‌استیشن میتونیم لول ها و استات ها این دوستان عزیزمون رو ببینیم. اون انتخاب به خودتونه که اون کاراکتری که میخواین انتخاب کنید چیه، ولی پیشنهاد میکنم همون کاراکتری رو انتخاب کنید که من پیشنهاد میدم تا در ادامه واکتورو سر این لول و یک سری چیز دیگه اذیت کننده نباشی. الان واریور میبینید چند تا استات داره، همه کاراکترها این استات رو دارن. لول کلی که 9 ویگور داریم، ماین داریم، اندیورنس داریم، استرنگث داریم، دکستریتی، اینتل، فیس و آرکین. ویگور همون جونمونه، مایند همون جادومونه، اندیورنس همون استقامتمونه، استرنگث نفسمونه، دکستریتی چابکیمون، اینتلیجنس هوشمون و فیس و آرکین. من پیشنهاد میکنم که کلاس سامورایی رو بردارید، چون برای اولین بازی خیلی کلاس خوبیه، هم استاتاش خوبه هم که قویه و خیلی میتونیم از همین اول باهاش بیلدهای قوی بزنیم که لولاش هم دارین مشاهده میکنید دیگه. اینجا A و B همون جنسیت کاراکترمونه، A میشه مرد و B میشه زن، یا همون مذکر و مؤنث. داخل بخش اول ما میتونیم اسم کاراکترمون رو انتخاب کنیم، اون با خودتون هر چی خواستید میتونید بزنید که من ترجیحاً یه اسم ساده میزنم یا شایدم مسخره میزنم 67. میایم در اینجا ما میتونیم آیتم های کمکی که بازی میتونه به اون بده رو انتخاب کنیم. بین اینا میتونیم هیچ آیتمی انتخاب نکنیم یا میتونیم بین این همه گزینه یکی رو انتخاب کنیم که من پیشنهادم به شما این آیتمه، گلدن سید. گلدن سید چیکار میکنه؟ در ادامه بازی به ما یک سری فلسک های جون و مانا میده بازی که با این گلدن سید ما میتونیم تعداد اونها رو افزایش بیابیم. اینجا میتونید کاراکترتون رو عوض کنید، تزیین کنید و شخصی سازی کنید که من این کارو نمیکنم. بریم شروع کنیم. من اینجا هیچ حرفی نمیزنم، فقط وای میستم تا خودتون کاتسین زیبای اول بازی رو ببینید و بعدش کامل براتون توضیح میدم که چه اتفاقی افتاد. اصلا نگران نباشید، مو به مو داستان قرار توضیح داده بشه. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all,
claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome dung-eater, and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. خب کاتسین رو دیدیم. کاتسین خیلی قشنگی بود و خیلی مهیج بود. قاعدتاً به وجه اومدین از همین اول که این بازی چقدر شاهکاره طبق همه بازی میازاکی. داستان چی بود؟ ما داخل دنیاییم به اسم لندز بیتوین یا بیتوین. داخل این دنیا یک خدا و چندین و چند نیمه خدا وجود داره. ملکه یا همون فرمان روای این دنیا کوین ماریکا یا همون ملکه ماریکا نام داره که پادشاه این سرزمین به حساب میاد اگر بخوایم ساده‌شو با هم بگیم. و یه چیزی داریم به اسم الدن رینگ که تمامی عنصرهای این لند بیتوین حول محور اون حلقه میچرخه و خیلی چیز مهمیه. انگار تمام قدرت‌ها و تمام جادوها همه چی بسته به این الدن رینگه. بعد یک سری گروه ها، یک سری موجودات به اسم بلک نایف اساسینز ها که یک سری گروه بودن میان گادوین که پسر محبوب ملکه ماریکا بوده رو به قتل میرسونن. به خاطر هم قضیه ملکه ماریکا خیلی افسرده میشه و میاد چیکار میکنه؟ حلقه الدن رینگ رو میشونه و سر همین قضیه شاترینگ اتفاق میفته و بعدش کاملا گم و گور میشه و هیچ کس نمیدونه ملکه ماریکا کجاست. تیکه های الدن رینگ داخل تمام دنیا پخش میشه و تمامی دمیگادها یا همون نیمه خدایان و همچنین فرزندان ماریکا به دنبال تیکه های الدن رینگن و هر کدوم یک قسمتی رو به اذان خودشون کردن. همه با هم میجنگن فقط به خاطر اینکه بتونن به قدرت برسن و حلقه الدن رینگ رو مال خودشون کنن. ما تارنیشت ها
یک افرادی هستیم که در واقع داخل یک دنیای دیگه مرده بودیم، اما تیکه ای از الدن وارد بدن ما میشه و ما زنده میشیم و میریم به سوی الدن لورد شدن. اینجا ایونتوریمون رو داریم که بخش اول لباس ها و سلاح هامونه و این سری پنزل دیگه که کاملا بعدا بهتون توضیح میدم، همه چی به موقعش. فقط ادامه باش رو تماشا کنید. اینجا اوچیکاتانا داریم، تیرکمون داریم، سپر، کلاه، لباس و ماست. گزینه دوم کرافتینگ تیبل یا همون کرافتینگه که یک آیتمی داره، ما اونو جلوتر میخریم و میتونیم باش وسیله کرافت کنیم. آیتم سوم، گزینه سوم همون ایونتوری مونه، کیفمون، جایی که تمام وسایلمون هست. بخش چهارم جای استاتوس هاست، یعنی لول و استات های ما، دمیج شخصیتمون و اینجور چیزا. این دو قسمت برای بخش آنلاینه و قسمت آخرم که تنظیماته. سمت راست این 4 گزینه که میبینید برای دسترسی سریعه و پایینش یه سری چیزا هستن مثل همون دنس خودمون که یک سری حرکت مثل این حرکت رو انجام میدن. بیشتر برای بخش آنلاین استفاده میشه. ما اینجا یه اوچیکاتانا داریم که پر استفاده ترین سلاحمونه و من پیشنهاد میکنم که اصلا تیرکمون و سپر رو از توی دستتون ور دارید، ولی ما چون قرار در ادامه آموزش رو ببینیم ور نمیداریم. اینجا ما میایم جلو و از سر جنازه این خانوم که دارید میبینید اینو ور میداریم که برای بخش آنلاین هستش، کاری باش نداریم. ایشون کیه که این نوشته جلوشه؟ در ادامه خیلی زود بهش پاسخ میدیم که ایشون کیه و چی کار است. اینجا ما با زدن R1 میتونیم اتک عادی به سلاحمون بزنیم با سلاحمون و با زدن R2 میتونیم اتک سنگین بزنیم که هم دمیج بیشتری داره هم انرژی بیشتری از اون مصرف میکنه و همچنین مدت زمان زدن این اتک طولانی تره. ما میتونیم با دکمه های سمت چپ که مشیان سویچ کنیم بین سلاحامون و عوضش میکنیم. اینجا با مربع میتونیم خیلی سریع چیز میزا رو از ایونتوریمون برداریم و من تیرکمون رو برمیدارم چون واقعا هیچ استفاده از تیرکمون نمیشه. آشغال ترین سلاح داخل بازی همین تیرکمونه، اما شیلد رو نگه میداریم چون یه آموزش خیلی مهم در ادامه راجع با شیلد داریم که یکی از مهمترین بخش های بازیه. ما اگر مثلث رو نگه داریم و R1 یا L1 رو بزنیم، یعنی چپ یا راست رو بزنیم، میتونیم سلاح دست راستمون رو 2 دستی کنیم اگر مثلث و R1 بزنیم، اما اگر مثلث و L1 بزنیم سلاح دست چپمون رو 2 دستی میکنیم که اینجا با زدن مثلث و R1 اوچیکاتانتون رو میتونید 2 دستی کنید که من بهتون پیشنهاد میکنم کارو انجام بدید. ما اینجا میایم اول پله ها میریم پایین، میریم جلو و اینجا نیازیست پنیک کنید، آرامش خودتون حفظ کنید و با تمام تلاشتون بمیرید. اینجا وقتی میرید جلو یک باس فایت عنکبوت میاد که اصلا باید اینجا بمیرید. میتونید بزنیدش اما خیلی سخته و صرفا یه آیتم میدی که برای اول بازی اصلا به دردمون نمیخوره حقیقتا و بعدا میتونیم بیایم سراغش، اواسط بازی میتونیم بیایم سراغش و اون موقع با قدرتی که داریم پارش کنیم. آخه این چیه یزید؟ به خدا این چیه آخه؟ نگاه تلاش هم کردم ولی مردم. من اینجا دوباره حرفی نمیزنم و وای میسم که شما کاتسین رو ببینید. یکم عذر میخوام بابت لودینگ طولانی پلی استیشن 4.
خب اینجا متاسفانه یه مشکلی برای ویدیو پیش اومد و کاتسین ضبط نشد و من حتی خیلی رفتم جلو، خیلی از آموزش مهمو دادم، مپو گرفتم، ولی متاسفانه که ویدیو به سری دلایل ضبط نشد و من متاسفانه مجبورم از اول بیام. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اون عنکبوت میزنه شتک ما رو پتک میکنه، ما میافتیم یه جایی بیهوش. یه خانومی با یک بزغاله، با یه اسب شاخدار که بیشتر شبیه بزه میاد و به ما کمک میکنه و این معجون ها رو به ما میده. قرمز معجون جونه و آبی معجون مانای همون جادوه. حالا این خانم کی بود؟ ملینا بود، اون زنی که اول جنازشون اول افتاده بود، جلوش یه ساین، یه نوشته آبی بود. اون میدن یا همون زن همراه ماست. هر تارنیشت برای ادامه نیاز به یک زن همراه داره یا یک میدن که داخل این دنیا بتونه بهش کمک کنه تا به هدفش برسه، که هدفش هم الن لورد شدن و پیدا کردن ملکه ماریکا باشه هستش. ایشون وقتی میبینه ما میدن نداریم میاد به ما کمک میکنه و در ادامه بیشتر باهاش آشنا میشیم. این بوده توضیح. یه چیز دیگه هم که یادم رفت توضیح بدم، یک خط قرمز اون بالا میبینیم که اون خط قرمز چیه؟ جونمونه. پایینش یک خط آبیه، اون خط آبی چیه؟ آفرین، مانا یا همون جادومونه. و خط سبز پایینش چیه؟ اون استامینا، همون انرژی مونه. میایم پایین و از این در میپریم پایین. اینجا بخش آموزشی بازی، میپریم میریم جلو. اینجا اگر دقت کرده باشید ما به خاطر اینکه افتادیم پایین چی شد؟ جونمو نگاه کن، فالدمیج خوردم. مثل مکانیزم عادی خیلی از بازی های دیگه که وقتی میپری پایین فالدمیج میخوری و جونت کم میشه یا اگه ارتفاع خیلی زیاد باشه میمیری. ما اینجا میتونیم با زدن مربع جونمون رو پر کنیم. چجوری؟ ما یک بار مربع رو میزنیم خیلی راحت و اینجوری فلاسک همون معجونمون رو میریم بالا و جونمون پر میشه. اگر معجون مانا رو انتخاب کنید ماناتون پر میشه. اینها چی هن؟ اینها سایت آف گریس ها هستن. میرید جلو فعالشون میکنید و پاشون میشینید. سایت آف گریس ها دقیقا چه کمکی به ما میکنن؟ جون و انمی های دورمون ریست میشه، بازیمون سیو میشه و میتونیم یه کاری انجام بدیم به اسم فست ترول. یعنی چی؟ یعنی ما بین گریس هایی که درون بازی فراوون ریخته میتونیم فست ترول کنیم از طریق نقشه، یعنی تلپورت خیلی سریع. ما کاری با اینا نداریم چون من قبلا اومدم اینجا رو ضبط کردم و ضبط نشد اینا رو باز کردم. ولی خب ما اینجا میتونیم با زدن R3 یا همون آنالوگی که باهاش سفر رو میچرخونید اگر فشار بدید میتونیم روی انمیمون قفل کنیم یا تگ کنیم که خیلی باعث میشه داخل فایت ها و باس فایت ها بهمون کمک کنم. حتما باید این کار رو انجام بدید. اینجوری هر جایی دارید میرید سمت انمی و یه وضعی فاصله مشخصی به بعد میزنید. حالا با L3 یا آنالوگی که باش راه میرید و اگر فشار بدید میتونید بشینید یا پاشید همینطور که دیدید. و ما الان روی این انمی قفل میکنیم خیلی راحت و میریم و یک R1 بهش میزنیم و کارشو میسازیم. دوباره روی همه انمی ها تک تک انمی ها قفل میکنیم. باید قفل بکنید، اصلا بدون قفل کردن نمیتونید بازی کنید و میریم انمی رو میکشیم. اینجا داره به ما آموزش شیلد گرفتن رو یاد میده که ما اینجا میایم شیلدمون رو میذاریم تو دستمون و خب خیلی راحت میتونیم وقتی اون انمی به ما اتک میزنه ما اتکش رو با شیلد خنثی کنیم که شیلد ها باز دوباره حالا درصدهای مختلفی دارن و 100% بلاک، 50% بلاک، اصلا 0% بلاک که این سپر ما چیز خیلی آشغاله، اصلا پیشنهاد نمی‌کنم ازش استفاده کنید متاسفانه. ما چیزی دیگه داریم به اسم پری کردن که یک مکانیزم فوق‌العاده پرکاربرد اما سخته. اگر ما L2 رو وقتی سپر دستمونه بزنیم همینجوری که دیدید
انگار داره اینا نگاه به سپر تو گوشی میزنه به انمی. این حرکت میکنه. حالا این چیه؟ وقتی که انمی میخواد به ما اتک بزنه، همزمان دقیقاً قبل از این که اتکش رو بزنه، اگر ما این ال3 رو بزنیم میتونه اتکش رو خنثی کنه و انمی چی اینجوری زانو میزنه زمین، میگه ناموسن چی؟ آفرین. همطور که دیدید و شما یه شمشیر مهمون اون شکم نازش میکنی و انمی رو رسما جر میدی. الان سپرتون رو بردارید. سپر کلا به درد نمیخوره. در ادامه سپرهای بهتری پیدا کنید که اونا به درد. اینجا داج دادن به ما یاد میده که خیلی امر مهمی داخل بازی و سولزه. اگر شما راست، چپ، بالا یا پایین رو نگه دارید یا بریم به اون سمت و دایره رو بزنید، میتونید از اتک‌ها انمی داج بدید که باید داج به خوبی بلد باشید. من الان یک داج به پشت انمی دادم و شمشیرم رو فرو کردم داخل بدنش. به این کار چی میگن؟ به این کار میگن بک استپ، یعنی شمشیر رو پشت فرو کنی داخل بدن انمی. این میشه بک استپ. یک سری انمی های قوی تر داخل بازی هستن که شیلد دارن و اینجا میگه این انمی هایی که شیلد دارن و دیفنسشون بالاست باید شما سلاحت دو دستی بگیری که ما این کار کردیم. و حالا بهترین راه زدن این شیلدی های اول بازی چیه؟ سلاحت دو دستی میگیری، با یه جامپ اتک مهمونش میکنی. یعنی چی جامپ اتک؟ یعنی با زبدر میپری و همزمان دور رو میزنی و اینجوری با 2-3 تا ضربه انمی خسته میشه یا استاگر میشه و شما میتونید دوباره شمشیرتون رو داخل ما تحت شروع کنید. حالا استاگر کردن چیه؟ استاگر کردن یک خط نامرئیه که ما نمیبینیمش و معمولا با زدن اتک های سنگین یا جامپ اتک پر میشه و انمی به زمین میفته و اون شمشیرمون توش فرو میکنیم. هم داخل باس فایت جوابه، هم داخل انمیش ساد. این تازه آموزش تیرکمون داره بهمون یاد میده که اصلا مهم نیست آموزشش، اصلا استفاده نکنید. تیرکمون مزخرف ترین چیزیه که شما میتونید داخل بازی استفاده کنید. همه این انمی ها رو میزنید و میزید جلو. اینجا داره به ما نخفی کاری و همچنین بک حساب کردن یاد میده که شما خیلی یواشکی دیدی میری پشت سر انمی و پشت کمرش وای میسی، یه دونه آر1 میزنی، شمشیرت یا سلاحتو فرو میکنه داخل کمر انمی، اونجوری انمی وان شات میشه که به این کار میگم بک استپ. اما اگر خط استاگر انمی که همونطور که توضیح دادم چیه پر بشه، انمی میفته زمین و اگر شما در اون صورت شمشیرتون رو داخل بدن انمی فرو کنید، اون چی میشه؟ میشه هیوی اتک. اینجا به ما جامپ اتک رو یاد داد که من جلوتر بهتون یاد دادم. خیلی راحت میتونید همین هیوی اتکی که توضیح دادم رو انمی ها بزنید، همون خط استاگر که معمولا با همین شارژ اتک ها پر میشه. شارژ اتک ها چی هن؟ یا اتک های سنگین، همونایی که گفتم با آردو میتونید بزنید. این با زدن آردو زودتر خط استاگر انمی پر میشه و انمی استاگر میشه و انمی میفته زمین. شما میتونید بهش هیوی اتک بزنید، هم انمی ها هم باس فایت ها. میدیم جلو. این مجسمه ها چی هن؟ مجسمه های ماریکا که معمولا جلوی در باس فایت ها هستن و وقتی که میمیرید به جای که از گریس ها، سایت آف گریس ها، همون نورهای زرد اسپام بشین، از جلو در همین مجسمه های زپرتی اسپام میشین که نزدیکتر به باس فایت. اینجا هم یه باس فایتیه که باس فایت نیست، یه انمیه، اسمش سرباز گادریکه، ولی چون قبلا من زدمش و ویدیو ضبط نشده متاسفانه دیگه نمیتونم بزنمش. حالا این انمی چیه دقیقا؟ شما از اون دور میاد و شما فقط با یه جامپ اتک مهمونش میکنی، یه جامپ اتک مهمونش میکنی و اون استاگر میشه و یه هیوی اتک میزنی، کارش تموم میشه. این اصطلاح ها رو هم یاد بگیر، در ادامه برات سخت میشه اگه بلد نباشی. اینجا یه دونه از همین حرکت های همون دنسا ور میداری، بعدش میپری پایین. ببین از اون پایین اومدیم دوباره بالاش برگشت، میایم اینجا این دره رو وا میکنیم میریم بالا و بعدش دوباره این سایت آف گریس هم فعال میکنیم
به این دیواره خاکستری سمت راست هم توجه نکنید، بعداً توضیح کاملش رو بهتون میدم. یکم بابت لودینگ طولانی PS4 راست میخوام. خب اینجا پا میشیم، اینجا یه آسانسوره، اما طبق معمول چون که من قبلا رفتمش آسانسورش بالاست و کاریش نمیشه. آسانسور رو میدید پایین و وای میسید تا بیاد پایین. اینجا این 30 سانتی درشتی که میبینی میاد پایین و میتونی بری روش، میری روش وای میسی مثل آدم. آسانسور میاد بالا و ذره 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 میاد بالا. وقتی میرسی اینجا خب قاعدتا اپله میری بالا دیگه، اپله میری بالا، این گریسی که جلوتر رو فعال میکنی و الان وارد کجا شدی؟ آفرین، وارد دنیای الدن رینگ شدی، وارد لند بیتوین شدی. از همین الان شروع شد، از همین الان به بعد باید دهنت سرویس شه، فقط باس میکشی میمیری. همین گریس رو فعال میکنی، پاش میشینی. حالا اینجا یه سری توضیحات دیگه هم داره. ما تارنیش ها گفتم هدفمون اینه که به کمک میدن ها یا همون زن های همراهمون برسیم به الدن لورد شدن و به تاج و تخت، که فقط ما نیستیم، ما فقط تارنیش نیستیم، هزاران هزار تارنیش دیگه هم اینجا وجود داره و فقط ما تنهایی نیستیم. ملکه ماریکا وقتی که گم شده هیچ کس ازش خبر نداره، اسکل دیگه، آفتاب پرسته. حالا خیلیا مثل مرگل نظریه ساختن که ماریکا دقیقاً داخل همین درخت قطوریه که میبینی جلوته. آره خودش تو تشو برو. این درخته یکی از هدفهای اصلی دیگه ماست که ما باید بریم بهش برسیم و ببینیم آیا واقعاً ماریکا اون تو هست یا نه، یا اسپممون کردن. دقیقاً بازم مثل مرگل. و این کل هدف ماست داخل بازی و همین هدف کوتاهی که میبینی میتونه 100 ساعت برات دهن سرویسی ایجاد کنه. میری جلو، این یارو واره که میبینی یه NPCه، یه NPC خیلی عادی، بعدا راجع بهش صحبت میکنیم. گریسا یک خطی دارن روبروشون همطور که دارید میبینید که هدف ما رو مشخص میکنه و اصلا نباید سمت این گریسا برید، چون این گریسا هی میبرد سمت باس بعدی، صرفا یه چرخه که وسط میخواد جرد بده و اگه تو همینجوری بری مجبوری با همین لول 1 بزنی، همه باسا رو بکشی که اصلا رسما غیر ممکنه داداش من. حالا غیر ممکن که زر میزنم ولی خب سخته. پس باید چیکار کنی؟ از اونجایی که جهان بازی بازه، تو خیلی راحت میتونی بری برای خودت لول اپ کنی. چرا؟ چون که بازی جهانش بازه. درسته سبک سولزه، همه سولز لایکا جهانشون بسته است، اما یکی فرق داره. الدن رینگ سبک سولزه ولی جهان باز. پس اگر میرسی به باسی میبینی نمیتونی بزنیش، خودت مثل دارک سولزه پاره نکن برادر من یا خواهر من، برگرد برو لول اپ کن. من الان این واکتور رو برای همین ساختم. تو ببین بعد این واکتور انگار داری باب اسفنجی بازی میکنی دیگه. الدن رینگ نیستش که، برات بازی هم جذاب‌تر میکنه هم راحت‌تر. و بشین تا تاش ببین. خب حالا طبق چیزی که گفتم، پس سعی نکن همه باسا رو همون موقع بشینی بزنی. حالا میایم با این یارو واره صحبت میکنیم. این میگه که آره چرت و پرت میگه، تو سینگلی، اینم میزنه تو سرت برادر من که سینگلی، برو یه زن یه دوست دختر چیز بگیر دیگه. اینم داره بهت میگه. خب میری باش صحبت میکنی، میگه که تو میدن نداری یا همون سینگلی و اینم میفهمی که ما میدن یا زن همراه نداریم و بعدم باش کار داریم. اینجا رو میریم پایین و بعد از اینکه چرت و پرت اینو شنیدیم میریم پایین. دم این مجسمه یه آیتمیه که دقیقاً همین ایشون باشه کنار روشن. این برای چیه؟ این برای اینه که داخل بخشای آنلاین، شما آنلاین نیستم نمیتونم فعالش کنم، داخل بخشای آنلاین اینو اگر بزنید شما یک پیامی به تمام پلیرهای آنلاین دیگه داخل بازی میفرستید که اونا اگر بخوان درخواستتون رو قبول میکنن و میتونن بیان داخل دنیاتون
و داخل باس ها و خیلی زیادی بهتون کمک کنن یا همین اتفاق برعکس بیفته. این بود کل توضیحاتش. اینجا خیلی سوسکی بدون اینکه این یارو ما رو ببینه ما میریم چون یه قرار جرمون بده. فرار مثل سگ فقط فرار. خب اینجا میرسی اینجا و دم این ستونه یک آیتم به اسم گلدن روم، این که الان دیدی، اینو ورش میداری و بعد میری داخل این چرچ آف کاله که یک کلیساه. گریس رو فعال میکنی و پاش میشینی. حالا پا میشی میای اینجا جلو روی این اندویلی، همون میز آهنگری به قول خودمون، یک سنگیه که اینهاش اسمیتینگ استون لول 1. حالا این برای چیه؟ برای لول اپ سلاح ها. ما داخل لرنینگ یک مکانیزمی داریم مثل خیلی بازی دیگه به اسم لول اپ سلاح ها. حالا چجوری صورت میگیره این لول اپ؟ سلاح های معمولی مثل سلاحی که الان دست ماه با اسمیتینگ استون لول اپ میشه. یعنی اگر تو بخوای لول سلاح تو بکنی لول 2 4 تا اسمیتینگ استون میخواد، بکنی لول 3 6 تا اسمیتینگ استون میخواد، بکنی لول 4 8 تا، یعنی دقیقاً 2 برابر. حالا ما این سلاح‌های لژندری داریم یا اصطلاحاً سلاح‌های باس فایت ها معمولا که اونا رو ما با سامبر اسمیتینگ استون لول اپ میکنیم که اونها تا لول 10 بیشتر لول اپ نمیشن و سلاح‌های معمولی تا لول 25 لول اپ میشن. سازنده مریض بوده یه دونه دیگه بهش اضافه میکرد میشد 26 دیگه. چه کاریه 26. خب حالا سنگ های سامبر طرز لول اپشون خب خیلی راحت تره اما سخت‌تر گیر میاد. تو برای هر 10 لول یه دونه سنگ سامبر میخوای، یعنی برای لول 1 سامبر 1، برای لول 2 سامبر 2، برای لول 3 سامبر 3. حالا سود این لول اپ سلاح چیه؟ خب خیلی زایی است. دمیج سلاحت میره بالاتر، کارایش بهتر میشه و خیلی چیزای دیگه. این بود یه چیز مفصل راجع به لول اپ سلاح ها. ما داخل بازی یک سری مرچنت هایی داریم که ماشاءالله یه بابا نوئل هم برای خودشون. میازاکی هم ما رو بچه گیر آورده ها. بیاید بابا نوئل ببینی تو بازی، میای باشون صحبت میکنی که اینا به یه سری خنزل پنزل شروور به تمام معنا میفروشن. یعنی تو فکر کن اینا یه جا به دردت بخورن، زر میزنن به دردت میخورن. این آیتمه که کرافتینگ نام داره رو میخری نام داره. بعد میای اینجا این تورچ رو میخری. یه سری جاها، یه سری غارها، یه سری مکانها داخل بازی هستن مخصوصا اول بازی که تاریکن، یعنی بری چشو نمیبینه. چه تازه تا فکر کنم مثلا میخوای بری باسو ببین، اینو میخری که روشن کنی دور برش تو. اینم یه دوربینه، حالا بعدن خاصی بیا بخر و میتونیم بهش آیتم هم بفروشیم و در عوضش پول بدیم. باهاش صحبت میکنی، یک سری چرت و پرت میگه که اصلا و ابدا مهم نیست و تمام. اینجا داره به ما یه سری آموزش چرت و پرت میگه که اصلا نیاز نیست، بعدن راجعش صحبت میکنیم. و این گلدن رون چیه؟ گلدن رون یک سری چیزهاییه که شما میتونید از سر تا سر بازی به دست بیارید و وقتی میشکنیدش بهتون رون بده. رون چیه؟ واحد پول بازی، نه که رون آدم، رون حیوان. اسکالی مگه داشت رون اسمشه، در واقع روح افرادی که میکشی که بهش میگن سول، همون سول داخل دارک سولزای خودمونه. من ورژن جدیدشو دادم بیرون بابا، نسل جدید و میتونی از سر تا سر حرف به دست بیاری که ما یک گلدن رون داریم و یک هیرو رون داریم که هیرو رون بیشتر لول میده. این دوباره همون بحث نور گریس هاست که میبینید هر گریسی که میبینیم داره به ما یک نور نشون میده. این نور داره ما رو به بخش داستانی بازی میبره که همونطور که گفتم اصلا و ابدا نباید بهش گوش کنی، چون تنها چیزی که وقتی این نور گریس ها رو دنبال میکنی بدون اینکه لول اپ کنی اینه که کونت به 77 روش سامورایی پاره میشه، شاید هم 67 روش، اون زود معلوم نیست. اگر مپ رو واکنی میبینی مپ سیاه کلن. حالا چجوری من مپ رو کامل واکنی که روش علامت و اینا بیاد؟ در ادامه بهت یاد میدم، خواهر یا برادر من. اینجا این مسیر رو خب خیلی صاف میری جلو، یعنی اگه اینو نتونی بری جلو به نظر من کلا
باش لنینگو بذار کنار، برش بیبی شاد درود ببین. الان به نظر من حداقل این مسیر رو میری جلو و میری جلو دیگه، چی بگم دیگه، میری جلو. اینجا یه گلیه، این گل چیه؟ اون کشیدنی نه ها، کسی نمیکشه الان تو لنگ. این گله برای بخش آنلاینه که توی همین بخش کرافتینگ که ما از مرچنت خریدیم، ما میتونیم با یه سری گل ها و گیاه های دیگه یه سری آیتم های دیگه کرافت کنیم. یکی از مهمترین آیتم کرافت کردن هم داخل بخش آنلاین که بری دوست دخترتو بیاری مخشو بزنی، اون که قبلا زدی، اینه که با 2 تا از این گل ها میتونی یه دونه اینو بسازی که یک ساین یا نوشته زرد روی زمین میاره و رفیق توی دنیای خودش میتونه اون ساین رو بخونه و بیاد داخل دنیا. خیلی راحت که میتونی برعکس این کارم انجام بدی، تو بری دنیا رفیق. این سایت آف گریس رو فعال میکنی و خب فعالش میکنی و میشینی پاش. من دوباره حرف نمیزنم، خودتون این تیکه رو ببینید تا من توضیحاتشو بدم. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. این مال منه. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve but you. I can play turning route to aid you. You need to the foot. ایشون خانم ملینا هستن، همونی که با بزغالشون اومد و کمکمون کرد و اینجا میفهمه ما میدن نداریم. میگه که مامانم منو زاییده اصلا که بیام زن تو بشم. ببین دیگه، نگاه انقدر اون یارو زد تو سرت، این میگه من مامانم زاییدتم بیاد زن تو بشم. برو عشق کن، حالا فقط دعا کن که کرکتر زن برا نداشته باشی. اونجا دیگه داستان خیلی میشه. میگی تو هم مثلا میگه تو هم مسیرت همینه؟ میگی آره. یه حلقه ای بهت میده، میگه که اگر تو این حلقه فوت کنی یه اسبی میاد، بهتر بگم بزغاله، همون بزغاله که خودش داشت، به اسم تورنت که خیلی آیتم مهمیه، از حق نگذریم، خیلی آیتم مهمیه، باش میتونی خیلی راحت بریم برون. اینجا یک بخشی باز میشه به اسم لول آپ. نگاه، لول آپ، یو پی، لول یو پی خلاصش میزنی روش و اینجا میتونی کرکترتو با همون رون یا همون پول هایی که میگیری لول آپ کنی که اگر این بخش نباشه اصلا چجوری میخوای بازی کنی؟ تو بازی نمی کنی دیگه، بازی تو رو میکنه. خب اینجا پا میشه پای گریس و داره به ما آموزش میده تورنت چیه. شما میای همین سمت راست، این 4 تا این گوشه بودن، گفتم دسترسی سریعه. اینا چی هن؟ دسترسی سریعه دیگه، چند بار بگم داداش، دسترسی سریعه. میای روشون مثلث میزنی و بعد میای این حلقه زرده، اینا میبینید دایره است. بذار حالا این آیتم هم میشه ولی ما با این کار اینو میاری یه ضرب درش میزنی و الان مسئله جاش. حالا چجوری باید به این دسترسی سریع دسترسی پیدا کنی؟ دسترسی شد. مثلث رو نگه میداری و با همون دکمه‌های مشکی سمت چپ روی دستای پلی استیشن، حالا یا راستش، بالاش، پایینش، چپش، هر جا که گذاشتی، اون دیگه بستگی به خودت داره، میتونی مثلث رو نگه داری و اون دکمه رو بزنی و خیلی راحت بزغالت میاد سوارش میشی. آقا ناموسن چی مونده؟ نگاه بوزه داشت، نگاه شاخ داره، اصلا بوزه، واقعا خود بوزه ها، یعنی بوزه هم بوزتره. و با زدن L3 یا همون دکمه‌ای که باش میشینی از اسب پیاده میشی.
اینجا خیلی آروم میشینیم و رو انمیمون قفل میکنیم. 100% این کار رو با هر انمی بکنیم. میایم پشتش یه آریت میزنیم و چی میشه؟ بکستر. آفرین دمت گرم. شمشیر رو فرو کردی توی 7 از سوراخ‌هایی که داره. میای این در صندوقه رو وا میکنی، یه دیلم 30 سانتی بهت میده. این حالا بعدا میتونی با یه سری نرم کننده ها باش به حساب باس فایت ها برسی. اینجا از این پشت میایم که دوباره سلاح بعدی رو برداریم. من پشت میایم که انمی ما نبینه، چون انمی از زیاده بری پارمون میکنن. خب حالا منو نمیدونم ولی تو رو شاید نمیدونم. میای اینجا در صندوق وا میکنی و یه گرز رستم ور میداری. ببین دودول رستمه این، به خدا این گرز رستم میشه دودول رستمه. خب حالا اینجا روی اکثریت سلاح‌ها اول بازی زبدر زده. زبدر چیه؟ یعنی میگه تو قدرت استفاده از این سلاحو نداری، لول استفاده از این سلاحو نداری. اگر اون گوشه سمت راست رو نگاه کنی، همون عدد قرمزی که زده اونا گفته حداقل استات‌هایی که میخوای برای استفاده از این سلاح ایناست. چیه؟ مثلا استرنگس نمیدونم استرنگس 10 و دکستریتی 18. گفته اینا رو میخوای تا ازشون استفاده از این سلاح استفاده کنی. لکنت گرفتم. این لول ها رو میخوای تا از این سلاح استفاده کنی و تو اگه اینا نداشته باشی تنها کاری که میتونی با این سلاح بکنی اینه که نگاش کنی. حالا بعضی از سلاح ها با 2 دستی گرفتن این مشکل استاتش رفت میشه. این استات اولی میبینی اول بالاترین ردیف، مثل همین استرنگس میبینی بالاترین اولینه. هر استاتی که اون اول بود یعنی این سلاح، اگر این سلاح بگیری دستت لول آپش کنی سلاح تو و همچنین به اون لول که مثلا اینجا استرنگسه لول بدی، باعثشه که دمیج این سلاح بره بالاتر، این سلاح قوی تر میشه. اینجا ببین نوشته هم از استرنگس دی میگیره، هم از دکستریتی دی میگیره. این سلاح دیگه دقیقا همون آش و همون کاسه، هیچ فرقی نمیکنه. این لول مورد نیاز رو نشون میده. پس تو باید لول اپ کنی تا بتونی از اینا استفاده کنی. خب این یه چیزی بود که باید همه میدونستن. اگر نمیدونستی خاک تو سرت که نه، نمیدونستی دیگه، اومدی من بهت یاد دادم. خب همین سلاح خودمون از همه بهتره. همینو میتونی بگیری بری تا آخر بازی بقوا. این ستونای قرمزی که تو نقشه میبینی چی ان دقیقاً؟ آفرین، مپای بازی ان. اینا رو ور میداری میتونی حداقل یه چیزی تو نقشت ببینی. چه بعضی چیزی دیده نمیشه. مپای این ستونا ور همونو جلوی ستونو میای سمت چپ از دیوار میپری اون و با تورنت یا همون بزغالت و از این زیرزمینه میری تو، میری داخل پر از این زیرزمینه پر. یه صندوقی بخواه این زیرزمینه است با مثلث بازش میکنی دیگه جلو چشته. خب یه اشعافوار به ما میده و یک چاقو. حالا اینا چی بود؟ اشعافوار چی هستن؟ همه سلاح‌ها یک چیز دارن به اسم اشعافوار که با نگه داشتن یا زدن L2 فعال میشه و این اشعافوارها اگر سلاحت معمولی باشه مثل سلاح اول بازی، میتونی با از طریق اون چاقو وقتی که پای گریس میشینی اشعافوار سلاح تو عوض کنی. بکن دقیقاً همینجا که من نشستم. حالا گزینه‌های گریس چیه؟ بخش اول صبح روز شبه، اولی غروبه، دومی صبح، سومی هم شب، دومی لول آپه. حالا سومی مربوط به فلسک هاست. گزینه اول برای اینه که از طریق همون گلدن سیپ ها تعداد فلسک هاتون رو زیاد کنید. حالا چجوری؟ تو اگر بخوای یه دونه فلسک اضافه کنی یه دونه گلدن سیپ میخواد، باز برای اینکه بعدی اضافه کنی 2 تا، باز بعدش 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا. هر یه باری که بخوای
فلسکاتو بیشتر کنی بیشتر گلدن سید میخوای. برای فلسک اول یه دونه میخوای، ولی برای بار دوم 2 تا میخوای، برای بار سوم 3 تا میخوای که ما الان میتونیم یه دونه لول بدیم. همچنین فقط 14 تا فلسک میتونید داشته باشید. بخش دوم برای هیل رسانی فلسک هامونه. ما یه سری کلیساها داریم داخل بازی که بعداً باشون بیشتر آشنا میشیم به اسم چرچ آف ماریکا که داخل اینها یک سری جام هایی هست که از طریق همون جام ها میتونیم بریم داخل این بخش و بتونیم فلسک هامون رو لول اپ کنیم که اگر جلومون یه باس بود، ما فلسک هامون کم بود، با 2 تا فلسک نخوایم جونمون رو پر کنیم که از آخرم باس درمون بذاره، با یه دونه پر کنی. گرفتی چی شد؟ کلا هم 12 تا لول داره. هیل رسانی و مانا رسانیه. گزینه پایینش برای اینکه تعداد فلسک ها تو عوض کنی. تو میتونی در حق هیل ظلم کنی یا در حق مانا. خب میتونی مال هیل رو بکنی 0، مال مانا رو بکنی اصلا 10 تا 20 تا که نمیشه، 10 تا 11 تا، هر چند تا که دوست داشتی. خب حالا گزینه‌ای که توی گریس هست، گزینه بعدی برای جایی که جادو و اینا میذاری بعدا باهاش آشنا میشیم. گزینه بعدی اصلا آشغاله، ازش استفاده نکنی. یعنی میتونی چیز میذاری بذاری تو این آبیه، اصلا ازش استفاده نکن، مریضی. گزینه آخرم که فعلا برای ما بازه، چون هنوز اول بازیم، همون جایی که اشاوار میذاریم، میایم اینجا سلاحت انتخاب میکنی و بین اشاوارهایی که داری میتونی اینجا بذاری و همچنین نوع اشاوارش رو بذاری که در ادامه داخل بیل های مختلف بیشتر بهش میپردازیم. چیز مهمیه. فعلا چیزایی که داخل گریسمون بود همینا بود و این بود از پارت اول. امیدوارم از این پارت خوشتون اومده باشه. لایک و ساب فراموش نشه. اگر خوشتون اومد حتما میتونید داخل کامنت ها بگین و اگر مشکلی داشت میتونید بگید. فعلا تا ویدیوی دیگه، بدرود.